های گایز، به چنل من خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد ترندهای سال 2024 صحبت کنیم. این ترندها منبعشون یوتیوب، تیک تاک، سایت‌های خارجی و پینترست و همچنین چیزایی که مدل‌ها و سلبریتی معروف میپوشن هستش. یادتون باشه اینا فقط نظرات من هستن، نظر شخصی منه و شما هر چی که دوست دارین میتونین بپوشین و همیشه نباید طبق ترندها پیش رفت. پس بریم ببینیم این ترندها چیا هستن. اولین چیزی که به نظر من ترنده رنگ قرمز و بیشتر رنگ چری هستش. رنگ چری یعنی رنگ گیلاسی، چری دارک یعنی چری تاریک. امسال واقعا خیلی ترند شده و رو کیفا و همچنین رو جاکت چرم خیلی هستن، مخصوصا اینجور مدلایی که الان براتون ویدیو گذاشتم. ترند بعدیمون چیزایی هستن، یعنی لباسایی هستن که از دهه 80 الهام گرفته شدن، مثل همین چند تا عکسایی که از هیلی بیبر گذاشتم که استایلش در واقع الهام گرفته شده از دهه 80 هستش. و چیزی که واقعا داره خودشو در دهه 80 و استایل الهام گرفته شده از دهه 80 نشون میده، شولدرز پد هستش. شولدرز پد یعنی پدهای شونه که معمولا ضخیم هستن و روی شونه قرار میگیرن. ترند بعدی ما موهای کوتاه هستش که الان دوباره عکسی از هیلی بیبر رو براتون گذاشتم که موهاش کوتاهه و معمولا موهای کوتاهی هستن که صاف هستن یا موجدار و خب در کل باید کوتاه باشن. ترند بعدی تزیین کردن کیف یا کفش با اکسسوری‌های مختلف، حالا هرچی، فقط تزیین کردنشه که مهمه و اینکه تو تزیین کردنشون خلاقیت خودتون رو به خرج میدین، یعنی هر جور که دوست دارید میتونین تزیین کنین کیف و کفشتون رو. چیز بعدی که امسال موده و ترند بعدی که یعنی امسال موده عینک‌های کشیده هستن، یعنی عینک‌های مدل بانکی که الان چند تا از عکسشون رو براتون گذاشتم و امسال واقعا خیلی موده. تو سالهای پیشم خیلی مود بود. البته شما اگه دوست دارین اسمشو بذارین مدل بانکی طور. ترند بعدیمون اسمش لدر شورتس هستش، یعنی شلوارک‌های چرم. کلاً چیزایی که چرم هستن، جکت‌های چرم، شلوارک‌های چرم امسال قطعا خیلی مود شد. ترند بعدیمون اسمش شولدرز آف ها هستن، یعنی لباسایی که توشون شونه‌تون بیرونه و خب بیشتر رنگ‌های توسی و سیاه تو این زمینه معروف دارن، یعنی بهتره. خب میرسیم به آخرین بخش این پارت، یعنی آخرین ترند این پارت که رنگ پرپل یعنی بنفش هستش که بیشتر تو رانوی‌ها خودشو نشون داده. و در آخر مرسی که تا اینجا با هم همراه بودی. یاد نره ویدیو رو لایک کنی و چنلمون رو سابسکرایب کنی. و در آخر کلی دوستت دارم، منتظر پارت بعدی باشین. فعلا.